نمیفهم یعنی فورو اینجا فقط ریحان من 3-4 ماه شدم سلام دوستان عزیز از مسجد برمدیم اینا نگاه کنید پراسپکت میره این اینجا دروازش همش میشناسید همین خیلی میریم یک برادر چی داره چایخانه داره به اینجا نشون تو بدیم همجا دعوت کردگن چایخانه ریحان نه مسجد چی خیلی میبره به همجا میره من همش نشون کم میکنم خوب این خیروس میره که درست هم میشه ویدیو تماشا کنید درچه شیر خدای این مسجد برمده می ویخد چه همتون میدونید ویخد همین خدا همتون میدونید هم چایخانه ریحانه این نماز شام برمدیم هم خیلی خواه که به خاطر که دعوت کردن ما را یک رکلامه چشم کنیم دروازه همه تو یاد داریم توق نخره کو این مسجد دوستان خدا این مسجد دوستان این مسجد که برمده این مسجد پرست بگیم سراز دستی چپ تمام میخوره دستی چپ کتاب خورده این اینجا کاروان مغازین میدونی خودتون این مسجد است با تنش رفته هستیم دستی چپ اسم مترو بگیم ده همین مترو میره دور نیست ای چایخانه دوستان اینها اون است اونم سازی کرده همینجا اینه که این مسجد است پیش خود اینم پیش خود میگذری این دستی راست چایخانه ریحان خواستیم یه رکلامش کنیم اوقاتای با تمام صنعت داره اوقاتای خوب داره اوقاتای با مزه داره دوستان مهربان اینو نگاه کنید راست این هم خیر همین پیش خود میگذاریم راست میریم پول نیستیم که خوشبو میریم این دوستان پیش خود 3 متر نمیریم دستی راست تمام میخوریم این هم خیر راست میگذاریم میریم نه خیلی لیسان دایجه استادگی اینه دوستان عزیز یعنی پدراب نشون تو بدیم که با نگه جو یا اسنی مترو اومده با مسجد نو رفته راست همینجا میگذره این مسجد اسنی مترو که اومده این هم تمیه دستی راست مسجد میشه اگر مترو اومده دست شب این چایخانه میشه اینم قدک ریحان سبزی دراز میبرم راست میدروی در همونجا خوب در چایخانه ریحان اینه دوستان مهربان اینه ها ویدیو دیخونی اومد لرزید بسیار حق بفهمیده چایخانه ریحان اینمی تریزوی سازه همه اون مسجد دوستان اینه اسم مترو های اینه مسجد درست میره راست چایخانه ریحان میشه من همینجا میریم موزی به هم چایخانه ریحان میدرویم اوقاتوش همش میبینیم ده خوش رو تماشا میکنیم باز با پرسان میشیم که با خونه را در صفحه داره نداره همش میبینید دوستان اینه چایخانه ریحان اینه نمرهش 0404 اینه هم در میداریم خوب دوستان عزیز چایخانه ریحان که گفتیم در پیش مسجد است اینه مسجد پراسپکت میر هم میبروی راست راهی پرای اونجا میبینی هم تریزوش سازن اگر دیخونی باریم سیونکا کنیم یعنی که ببینید که چه خلاص شده تو چه خلاص الحمدلله پر از آدم است Я все претендую на твой пакет и на твои финики. Все хочу к себе запихнуть. خلاص از این دوستان عزیز ما که تمامی صنعتش یعنی نشون میدیم ببینید که چه عدل کامنتا داره کدومی که مقصد اینه برای همسرات و ختمی اولاد و ختمی عدل نمیشه با همچنین دوستان مهربان جای ششتنی نشستهای خوب یعنی که دیوانهای خوب نرخ نواشون همشو خوب انشاءالله سلام علیکم کارگاه دمیدست بگو لنگری خلاصه از اینکه دوستان مهربان همچنین در خدمت رسانی هستن تمامی خدمت رسانی در همین هست انشاءالله سلام علیکم خوب دوستان عزیز این همچنین کسه همچنین تازگی خلاصه همه خدمت رسانی در سطح علاوه خوب دوستان چه خیلی که باید نشون دادم منیو شوی که بچه بگمش نمیخری
Yine دوستان مهربون منیوشو اینه دوستان مهربون رایحانه چایخانه. خوب دوستان تمامی نوش نعمت آزادی ها را نشان دادم در همینجا. ببینید که چخیل میره چخیل میداری چخیل همینجا زکاس میکنی میتونی که زکاس دستافکا با خونه هاشون ببرن. خب از من میپرسم که اینترویو میتیه برای بردن دستافکا برای خونه ها. خب واسه دوستان عزیز ما با کساش اومدیم کسی را همینجا سوال میتیم آیدی بردن دستافکای خوراکه ها و تمامی همه تریتوری مسکو این خودش قرار داره در مترو پراسپکت میر پیش مسجد کدام ولیسا اینجا؟ نه خلاص همچنین. خوب سلام علیکم اکنون چیه؟ علیکم سلام محمد اکن محمد جان شما فقط گازنی که خورد و خوراک شما چند نمود در امی آشخانه شما دیده می شود مقصد؟ ما در بسیار نمود آشخانه هست که اینجا ازبکیسکی کخونه تاجیکی همی کخونه آزیاتسکی بله هم خیلی کخونه هست همه نمود آخوتا هست سالات اوش مانتو همه نمودش هست شکرم خدا از بایشو دباوشی هست بسیار شده هست خوب برادر جان مثلا دستافکه که یعنی یه خیر مهمون نشاد در خونه میگه زنگ میزنه بهم رقم میگه اکا بهم تری خود زکاس کن یا کمتری تو چند کیلومتر چخیر با واسطه یاندکس رو میکنی برای از اکا گفت که 1000 سوم بالا کشید با یاندکس هم روی میکنیم با تمام جورا اگر این خدامو بریم تو 5 کیلومتر اید تو 5-6 کیلومتر خدمت 1000 سوم بالا که زکاس کردن خدمت بودن خدام میبره بپل تو 5 کیلومتر دستافکا بپل میشه طوری 1000 سوم بالا باشه بله وقتی که ایچی بسیار شد یاندکسی دادم داریم یاندکس هم میتونن زکاس کنن خودشون به امی گفتنی ما خودمون میدونن زکاس میکنن میبره و داریم اگر که دوره ترک باشه با کوریر روی میکنیم با کوریر رویش میکنه دستافکا هم چه با کوریر روی میکنیم. خوب این چایخونه شما چند قشید فعالیت داره؟ 3 ماه رفته 3 ماه ناوک شد اگه مقصد سبب رکلام ما هم دوستان خدا با همین خاطره که در این پیش مسجد است چخیره که ما نشون دادم. خوب اکا جان خدا حفظ کنه مسئله خورد و خوراک خیلی همه من سیونکا کردم کوخنی تان سیونکا کردم برای کار خداوند خودتون تیا عزیز ما هر حفظی که رکلام میکنیم برای دستگیری برادرای خودمان که الحمدلله من در ویدیو پس یعنی میگم که دستگیری کنه همدیگه تا که یک پیش بریم شکر پروردگار دو تا چایخونه بچهای تاجیک در تریتوری فقط یک چیز این پراسپکت میر مسجد الحمدلله برای کلاکا جان ان شاء الله. خوب خواهش میکنم از شما ویدیو را پاک کنید تا که چکنیم یا برادر ببینه زکاس کنه از نومی کدمی که اگر زنگ دادی از نومی ما صحبت کنید. السلام علیکم. خوب دوستان عزیز مسئله کوخنی شو چخیل تیار میشوند نگاه کنید دوستان کوخنی شو اومدم سیونکا کردم اینا اوش مقصد همه دستافکاش دارن ششلیک پشلیک یعنی که تازگی کوخنی آدمی ایده فکری بزرگ نکنه این لاگمان خیلی من نمیفهم یا چی یعنی همش روشیده سودی انسیزی هستن خواهر مایی داری زکرسته سالات کرسیان خلاصه کی سالاتوشو این ای گوشتو جذب زیده سودیان دوستان مقصد کدمه بوی خیلی قرغه چی میگن خیلی زکاس میگن یه ساموسه بده بابا ساموسه با علاف گفتنش میگه تو بایی ویدیو من دهقانی های دیگه هاش بچه ها کار کرستیم گوشت پوست تا پر میکنن میگیرن میرن بایجون سلام علیکم نوم چیه؟ نام من غلام این اکم پاوری آشتی هست چند سال شدن شما؟ یا 52 در اومده باشه از 30 سال شد 30 سال شد آش دارن خدمت ایسه چنش پاوری چند تا شدن چه خونه رایحان کار کرد من 3-4 ماه شدم وی کردگیش یکم ماه اومدگی هم تا وی کردگی آش چخیره مقصد الحمدلله خدا یعنی که یک دیگش میشه چخیرش میکنیم یک روز چند کیلو آش میره اگر که خطا نکنیم تا 10 کیلو را میده 10 کیلو یعنی که برینج 10 کیلو برینج 10 کیلو برینج 10 کیلو برینج در چند اوده میرسه؟
120 پورت 120 پورت دوستان عزیز فقط یک آشونه یعنی که خیلی الحمدلله کلینتوی با خواه دارن آشون با زکس به همه جا میره من رقمش در اکران نویستگی انشاءالله خوب دعا کنید در حق مدیر رمضان پروردگار عالم کسب کارتون در برکت بده هم وقت سربلند بگردی دوستان عزیز اینجاست تیار اوتلا تیار کرده سودیان انا ایوش در نوش خیلی میکنن اوتلا را اینجا میگیرن من باروش هم دهخونی سیومکا کرده سودم که بفهمه که کار چقدر الحمدلله تازه رفته سوده همشون بچه ها فرما اینه جزبز گوشت پوشت پخت خوب ششلی اینه اینجا با کارتوفلی خیلی میپزن اینه جزبز نمیفهم یعنی فاورو اینجا فقط همین سامبوسا دروندا گرفتن همین شفاف همه چیز جوشیده است به عالم خوب دوستان عزیز خوب خلاصه کوخنه تازگی شده دوستان ما میریم ایدمی با درنی چی میشیم آشخانه